درود به همگی. من امیرم، اینجا کریزی میسکریله. امروز اومدیم برای بررسی منابع اقتباس زخمیکاری انتقام و یک مقدار پیشبینی و بررسی نکات فنی این سریال. پس لایک با چشم ببخشید. پس دکمه سابو بزن، لایک کن ویدیو رو و اون زنگوله رو هم بزن که ویدیوهای جذاب زیادی در آینده داریم. بریم که ویدیو رو شروع. زخمیکاری در این فصل از دو اثر جاودان ویلیام شکسپیر استفاده کرده، یعنی شاه لیر و ریچارد سوم، که دونه دونه با هم دیگه بررسیشون می‌کنیم. شاه لیر پادشاه بریتانیا تصمیم میگیره که سلطنتش رو بین 3 دخترش تقسیم کنه. اون از دختراش میخواد که عشق و وفاداریشون رو توصیف کنن و نسبت به شاهشون بگن که چه احساسی. 2 از دختراش با زبون بازی زیاد میگن من عاشقتم، من برات میمیرم، تو پدر بزرگ من هستی، جایگاه تو بزرگه. ولی دختر سومش که کوچیک‌ترین دخترش هم هست میاد میگه من تو رو به عنوان یک پدر دوست دارم، نه به عنوان یک بالاتر از پدر. همونجورم برات احترام قائلم. لیر از دختر سومش یعنی کوردلیا عصبانی میشه و اون رو از سلطنت بیرون و از میراثش محروم. چند مدت بعد شاه در ناخوشی و شکاف عاطفی رنج میبره. به 2 دختر فریبکار و زبون بازش اعتماد میکنه و اونا در نهایت به روش‌های مختلفی به لیر پشت میکنن و اون رو از سلطنت طرد میکنن. در طول این قصه لیر با درد و رنج ناشی از خیانت و بی‌وفایی دخترانش مواجه میشه و به تدریج دیوانه میشه. دخترش برای نجاتش برمیگرده ولی دیر شده. هر دوشون وصیت میکنن، دخترش رو اعدام میکنن و لیر هم وقتی میبینه دخترش مرده از غم دخترش. خب اینا رو گفتیم که به کجا برسیم. 2 تئوری میتونن در نظر بگیرن. یک، طلوعی شاه لیر باشه که چرا اینو میگم؟ سیما میتونه یکی از دختراش باشه. انسیو فرداز که دخترش هستن، یعنی میراثخور براش درست کرده. بارها از این جمله اصلا استفاده شده داخل سریال. الان در این جای سریال سیما و انسیو مورد اعتماد و محبوب طلوعیه. فرناز دختریه که واقعاً خوشحالی پدرش رو میخواد، ولی اون 2 دختر دیگه بهش غلط میکنن. آره. حالا سیما دخترش نیست، من دارم مثال میزنم. پس با نقشه سیما و نزدیک شدن نسبت به دختر طلوعی و ازدواج ممکنه انسیه هم در راستای خواسته سیما عمل کنه. در این صورت میشه خیانت سیما و انسیه به طلوعی رو بگیم. حالا بریم سراغ دومی که واسه خودم به شدت محبوبه و حداقل شاید نقش کیمیا اینجا در بیاد و یه ذره ببینیمش. نه مثل نخود باید بدشون راجع به سوال نمی‌کنم. مالک شاه لیر باشه. چرا اینو میگم؟ مثلا تصور میکنیم که سمیرا، کیمیا و سیما دختراش باشن. کیمیا، ببین سر این تئوری واقعا خودم میذارم گیج میشم. کیمیا الان میتونه دختر خیرخواه باشه، ولی از اون طرف سمیرا هم خیرخواهه. مالک و میخواد باش همکاری کنه. نمیدونم واقعا. گیجم میکنه تئوری، ولی ممکنه که این 3 دختراش باشن. سیما که خیانتش قطعیه به مالک، ولی اون 2 تای دیگه رو واقعا نمیدونم. ازتون میخوام داخل کامنت ها بنویسید. البته این نکته هم وجود داره، سمیرا الان محبوب و مورد اعتماد مالک نیست. پس میتونیم بگیم سمیرا میتونه در نقش کوردلیا همون دختر کوچک لیر باشه. اگر در نظر بگیریم البته مالک لیر باشه. اگر این تئوری رو بپذیریم، سمیرا در پایان این فصل یا حتی فصل بعدی میمیره و اونجاست که مالک رو مصمم‌تر برای انتقام می‌بینیم. انتقام سمیرا رو بگیره. اون موقع است که میفهمه که این زن خیرخواهش بوده و اون پس می‌زده. رفقا من دارم تمام تئوری‌های ممکن و پیش‌بینی‌های خودم رو راجع به ادامه فصل 3 و 4 و طبق نمایشنامه‌ها مطرح می‌کنم که امکان وقوع نمایشنامه شاه لیر در فصل 3 و ریچارد سوم در فصل 4 یا بالعکس که حتی جفتشون در یک فصل ممکنه وجود داشته باشه. حالا بریم سراغ ریچارد سوم. ریچارد سوم داستانی درباره قدرت، خیانت و جاه‌طلبیه که این به نظرم چیز جذابیه برای فصل 3. ریچارد با نقشه کشی و فریب به سلطنت انگلستان میرسه. اون به خاطر ناتوانی جسمیش از کودکی احساس کینه و ناامنی داره. داستان در جایی شروع میشه که ریچارد برادرش و سپس دیگر اعضای خانواده‌شان را میکشه تا تاج و تخت رو به دست بیاره. اون فریبکاری‌های بسیاری انجام میده و در این مسیر اعمال غیر انسانی و بی‌رحمانه انجام میده. با این حال قدرت اون پایدار نمیمونه و به دست هنری که به عنوان هنری هفتم به سلطنت میرسد شکست می‌خورد. نمایش قدرت و سقوط ریچارد سوم نمادین از جاه‌طلبی بی‌پایان انسان‌ها و عواقب وحشتناکیه که به دنبال داره. اینجا هم 2 تئوری براش داریم. یک، طلوعی ریچارد سوم باشه. الان طلوعی رو می‌بینیم که ضعیف شده، خیانت دیده و میخواد دوباره به قدرت برسه. شخصیتایی مثل سیما، حتی شخصیت‌های دیگری رو از بین ببره برای به قدرت رسیدن. در نهایت از مالک شکست بخوره و نابود بشه. حالا فرضیه دوم چیه؟ مالک ریچارد سوم باشه. بچه‌هاشو از دست داده، خیانت هم می‌بینه و شخصیت‌های متعددی رو برای دوباره قدرتمند شدن از بین میبره. منظور از قدرتمند شدن شکست دادن طلوعی و حتی دوباره به دست آوردن هولدینگ و تمام اون چیزاست. البته
اولیه ارانه پرحرفی تره. در نهایت شخصیت‌های احتمالی جدید و قدرت‌های بالا مانند دکتر که احتمال کمی دارن برای ورودش حداقل تو این فصل و مابقی شخصیت‌ها شکست بخوره. در هر دو تئوری من احساس می‌کنم یک نفر بین سیما و سمیرا حتما به قتل میرسه. البته من این تئوری دوم خیلی دوست دارم، چون دوست دارم که بالاخره یک پایانی برای این شخصیت‌ها مشخص بشه. حداقل با اخباری که از فصل 4 داریم می‌بینیم این فاجعه زخم‌کاری انتقام و بازگشت ادامه داره و نمی‌دونم به کجا قرار برسه. راجع به موسیقی من صحبت کنم. بس این موسیقی تو فصل 1 که حرمت داشت، جای درست پخش می‌شد، هیجان تجدید می‌کرد، ولی تو این دو فصل انگار نه انگار. هر جا دستشون میاد می‌ذارن که فقط پر بشه. یه عزیزی میگفت این موسیقی الان نباشه به نظرم کلا سریال هیچه. سریال داره رو دست موسیقیش میشه و همچنان سریال بده. باشه قبول، این موسیقی برای سریاله، هویتش مال سریاله. اینکه من هر جایی هر بخشی از قسمت این موسیقی رو بشنوم اذیت هم می‌کنه. به جای اینکه برام لذت بخش باشه و هیجان تزریق کنه بهم، خراب میکنه دیگه. آقای مهدویان، من یه چند تا سوال کوچیک دارم، اصلا خیلی کوچولو، اصلا زیاد سخت نیست. چرا شخصیتاتون وسط راه ول میکنی؟ آقا اینا درست ازشون استفاده کن. ما این فلش بک بزنیم به زخم‌کاری یک، حالا خودم باید اینو بگشونم ببرم. آماده باشید. 1 2 3 آفرین. چرا ما دیگه اسمی از هولدینگ‌های رقیب نمیشنویم؟ چرا به جای اینکه فرنهاد زاده رو وارد داستان بکنیم، میتونستین علی زاده رو وارد داستان بکنید، تالشی رو وارد داستان بکنید، شخصیت‌هایی که فصل اول اسمشون اومده و الان ول شدن. حالا گیر زیادی به این قضیه نمیدم به خاطر اینکه اسمشون فقط اومده، ولی خب بالاخره میگم میتونستن از اون شخصیت‌ها استفاده کنن. خانواده فرنهاد رو هوا درست شدن، رو هوا ادامه دادن و رو هوا غیب شدن، اصلا نیستن. یا مثلا املشی فصل 1 اصلا فقط یه قسمت اومد، فصل 2 اصلا معلوم نیست با کیه، با چیه، اصلا چی کاره است، چیه، کو الان کو اینو من بگو. از اینا میشه استفاده کرد تو سریال. نمونه جذابی که خیلی‌ها بهشون علاقه دارن دو تاشون هست. یکی کیمیاه، شخصیت کامل ول شد، اصلا فقط هست، هیچ دلیلی برای ادامه تو داستان نداره. من میدونم شما برای آینده با این شخصیت کار دارید، وگرنه همون فصل 2 کارشو میساختید. بفرستش سفر، نه مثل فرنهاد تکلیفش مشخص نشد فقط رفته. بفرستش به این سفری، بگو نیست کیمیا، یه دیالوگ بگو غیبش کن، نه اینکه باشه و به درد نخوره و نباشه. کلا کاراکتر زیاد داری ولی ترجیح میدی شخصیت از رو هوا برداری بیاری. حمید فرنهاد هم که کلا غیب شد دیگه، اصلا ماله گفت 4 هفته بلند شو برو سفر. لویی هم که اصلا براش مهم نیست، این پولشو برداشته برده، اصلا هم هیچ. ای خدا. حالا شخصیت بعدی میبینین که شخصیت بعدی پسر حاج مظفره. این یارو توی فصل 1 به عنوان میراثخوار حاج مظفر معرفی شد، یک بارم فقط دیدیمش. حالا فصل 2 اومد به عنوان رفیق میثم معرفی شد، با هم دیگه میخندیدن و میثم جونم فلان. اصلا دیگه تو هیچ کدوم از قسمت‌های دیگه نیومد. فصل قسمت آخرم که ختم میثم بود اونم نیومد. مرد حسابی اصلا اینا هیچ کدوم مهم نیست. فصل 3 این یارو این جاملی کرده خودشو فقط میاد اونجا وای میسه، یا لبخند میزنه یا فقط داره نگاه میکنه. چه مزخرفیه. مستر میگه چرا کاراکتر قدرتمند وارد نمی‌کنی؟ من دارم بهت میگم چرا همینایی که دادی رو درست ازشون استفاده نمی‌کنی؟ واقعا این عجیبه. 4 تا کاراکتر خود قدرت بده. تاز اصلا طلوعی که کلا رو هوا. هی یادش میره نمزه ولتو میخواد. فصل 2 هم همین بود. سر میثم می‌خواست بکشتش، تو یادش میاد ای رمز ولتو ازش نگرفتم. خاک به سرم. مالک هم داشتون سمیرا رو جری کرد. البته راجع به سکانس دادگاه قبلا صحبت کردم چه افتضاحی بود، ولی سمیرا رو جری کرد بلند شه بره چیز بده، شهادت بده. بعد ناراحت شد دید شهادت نه. ای خدا. همین میرلوهی 2 فصله که ولش کردیم. واسه این فصل که داره میاد من تو اون روزهایی که مالک در شرکت قدرت داشت رو ندیدی، ولی تو لیلم خود جمع کن برو. اسم این فصل رو به جای انتقام باید میذاشتن انتقام از مخاطبان زخم‌کاری به جواد عزتی. والا اینا دارن از ما انتقام میگیرن. خلاصه بهتون بگم من این فصل رو دوست ندارم. فصل قبلم دوست داشتم. به نظرم زخم‌کاری ادامهش نباید ساخته میشد. اگر هم ساخته میشد یک سریال با کیفیت می‌خواستن. حالا این وسط نکته که وجود داره چیه؟ بنده امیر یک پادکست براتون آماده کردم با فیلمنامه‌ای که از فصل 2 نوشتیم. قرار این پادکست رو به زودی منتشر کنیم. پس حتما زنگوله رو بزن که به دردت می‌خوره. این از ویدیوی امشب همچنان پایان مورد علاقه من مستر شکست خوردن توروی از مالک و مرگ مالک به دست خودش در اپیزود آخر فصل 4. اصلا هم دوست ندارم برنده این بازی پلیس یا دکتر یا هر شخصیت دیگه ای باشه، ولی میدونیم که در آخر میزنن تو ذوقمون و بدترین پایان بهمون نشون میدن.
چی بگم دیگه، بگذاریم. خیلی خوشحال شدم توی ویدیو باهاتون ملاقات کردم. قطعا توی ویدیوهای دیگه هم